این تقاطع رو در واقع میخوایم بریم سمت چپ، درسته؟ تابلوی آبی گفتم نگاه کنی کلید جاده چند تا لاین میره چپ؟ سه تا لاین. سه تا لاین. این نه. آره 3 تا لاین میره چپ. اولی میره چپ راست یعنی اوترخت، وسطی میره چپ خالی یعنی سنتروم، سمت چپی هم میره دنهاغ. این میره دنهاغ، این میره اوترخت. اگه بخواد بره اوترخت میگه چپ راست، میره تو لاین سمت راستی. بخوایم بریم سنتروم میمونیم چپ، همین لاین وسطی. اگه بخوایم بریم دنهاغ میگه چپ چپ، میریم میچسبیم به جدول سمت چپ. اوکی؟ پس 3 تا لاین اینجا میشه که میره سمت چپ. ممتحن میگه یا چپ راست یا میگه چپ یا میگه چپ چپ. ما برای اینکه اون وسط لاینمون عوض نکنیم از اول لاینمون انتخاب میکنیم چپ راست، یعنی برو خیابون سمت چپ، اولین تقاطع سمت راست. چپ خالی که هیچی، وای میسیم وسط. چپ چپ منظور چیه؟ میگه برو خیابون سمت چپ، تقاطع بعدی هم برو سمت چپ. میگم برای اینکه ما لاین این وسط عوض نکنیم از اول انتخاب میکنیم. من چون گفتم چپ خالی پس میمونیم همین لاین وسطی که الان هستیم. مهم اینه که تا آخر هم تو لاین وسط بمونیم. اوکی؟ یعنی این کنارمون نریم تو این لاین، تو لاین سمت چپ. چپ راست چپ چپ چپ. بله. چپ راست یا اوترخت، چپ یا سنتروم، چپ چپ میشه در واقع دنهاغ. خب پس با خطا برید جلو تا آخر یه لاین، گازم زیاد ندید که نریم تو لاین بغل. اوکی عالی.